خب دوستان عزیز سلام. انشالله هر جا هستی سلامت باشید و پایدار. خیلی از دوستان نوشته بودن که آقای فراشی عرض کنم خدمتتون که ما بوتاکس نمیزنیم به خاطر اینکه سم هست. حالا اینکه درست و غلطیش من وارد نمیشم. یه چیزی معرفی کنید که شبیه بوتاکس عمل کنه. یه ماسک براتون نوشتم دیگه، خواهشاً اینو دیگه همت کنید خودتون استفاده کنید. توی کپشن دستور یک ماسکی رو براتون نوشتم، ترکیبی از آب سیب زمینی، آلوورا، عسل، لیمو ترش و یه چند تا چیز دیگه درست کنید. توی یخچال نگهش دارید، ولی بیشتر از اون سعی کنید مثلا بیشتر از 4-5 روز استفاده نکنید، یعنی توی یخچال نگهش ندارید بخاطر اینکه خراب میشه. اگر بخواید زیاد درست کنید میتونید به صورت گله‌های یخ درست کنید، بذارید داخل فریزر. روزی هفته‌ای در واقع 3 تا 4 بار هر بار 20 دقیقه اینو رو صورتتون بذارید و اثرات معجزه‌آسای این ماسکو به راحتی بعد از 1-2 هفته خواهید دید که با صورتتون چین و چروک‌هاش، با خال‌ها، با لک‌هایی که وجود داره و با عرض کنم خدمتتون که مات بودن صورت چیکار میکنه و چه شادابی رو انشالله به پوستتون هدیه میکنه. انشالله در پناه دوست همیشه سلامت.